سلام، من توبا. سلام، من رضا هستم. اینجا آرتی کلابه. امروز میخوایم راجع به تجهیزات مورد نیاز برای شروع مسیر تولید محتوا صحبت کنیم. اونایی که میخوان این کار رو تازه شروع کنن و برن توی کار تولید محتوا، 3 تا فاکتور مهم رو باید در نظر بگیرن: صدا، تصویر و نور. بریم سراغ اولین گزینه، یعنی تصویر با کیفیت. اول از همه شما به یه وسیله احتیاج دارین که بتونین باهاش تصویر برداری کنین. حالا میخواین فیلم بگیرین یا میخواین عکاسی کنین. با توجه به اینکه دارین تازه این کار رو شروع میکنین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتی اگه بودجه کافی دارین، دست نگه دارید. یه مدت با همین گوشی توی دستتون تولید محتوا کنین تا هم بفهمین که حوزه‌ای که بهش علاقه دارین چیه، هم ببینین که اصلا میتونید این کار رو انجام بدین و علاقه بهش دارید یا نه. البته خیلی هم هستن با همین گوشی ساده دستشون درآمد میلیونی دارن. بهتره شما تمرین کنین، اصول اولیه‌اش رو یاد بگیرید. حالا بعد که مطمئن شدید و فهمیدید به این کار علاقه دارید، میتونید برید سراغ تجهیزات بهتری. برای کسایی که دوست دارن بیشتر ولاگ بگیرن یا فیلم برداری کنن و کلا تو حوزه‌ای برن که بر پایه فیلم برداریه، من پیشنهادم اینه که یه گوشی آیفون مدل بالا بگیرن، از 14 به بالا. ما خودمونم الان داریم همین ویدیو رو با یه گوشی آیفون معمولی ضبط می‌کنیم که کیفیت خیلی خوبی هم داره. ولی برای کسایی که بیشتر دوست دارن برن تو حوزه عکاسی یا اون حوزه کسب و کارشون بیشتر بر اساس عکاسی هستش، بهتره که یه دوربین عکاسی تهیه کنن، چون میتونن لنزهای مختلف روش بذارن و کیفیت تصویر فوق‌العاده‌ای داشته باشن. گزینه بعدی ما صداست که توی کار تولید محتوا واقعا مهمه و میتونه یک صدا با کیفیت و بدون نویز کیفیت کار شما رو بالا ببره. پیشنهاد منم برای کسایی که بودجهشون خیلی کمه، یه میکروفون سیمی بویا انوانه که خیلی هم معروفه. هولوش 900 تومانه، البته با دلار 90 تومن. ولی برای کسایی که دنبال کیفیت بهتر هستن و میخوان که میکروفونی که استفاده میکنن بیسیم باشه، یه گزینه خیلی خوب و بصرفه هالیلند لارک M2. این روزا همه بلاگرا و همه کسایی که تو حوزه تولید محتوا هستن دارن ازش استفاده میکنن. یه خوبی که داره اینه که هم پورت اتصال به اندروید داره، هم پورت اتصال به آیفون داره، هم روی دوربینای فیلم برداری و عکاسی نصب میشه. قیمتش هم حدوداً 10 تومانه، البته با توجه به دلار بالا پایین. البته یه نکته های اهمیت هم هست، ما روزی که خودمون می‌خواستیم میکروفون رو بخریم شاید مثلا قیمتش خیلی پایین‌تر از این حرفا بود، ولی خب با دلار همینطوری داره میره بالا و ممکنه روزی که بخوایم بخرینش خیلی قیمتش بالاتر باشه. ما خودمون 7 تومن خریدیم تقریبا. آره، ولی الان 10 تومن. 10 تومن. کسایی هم که گیمر هستن یا میخوان پادکست ضبط کنن، باید میکروفون رومیزی بگیرن. یکی از اون مارکایی که من پیشنهاد میکنم فعلا برای شروع استفاده کنن ماونوه که کیفیت خیلی خوبی هم داره و قیمتش هم مناسبه. هولوش 5 تومن میتونین چیز خوبی بگیرید. بریم سراغ گزینه آخر، نورپردازی. واقعا میشه گفتش که کیفیت تصویر به نورشه. اگه شما یه نور خوب استفاده کنین، 50% کیفیت تصویرتون بالا میره. حالا اینکه چه نوری استفاده کنین بستگی به اون حوزه کاریتون داره. مثلا بلاگرا و کسایی که میخوان فقط جلوی دوربین حرف بزنن و نزدیک به دوربین باشن، به نظر من یه رینگ لایت براشون کافیه. خب رینگ لایت هم از حدود قیمت 1 تومن شروع میشه. 1 تومن تقریبا شروع میشه. خیلی هم اصلا بودجه ندارن، بودجهشون خیلی محدوده. شما میتونید از نور روز و نور طبیعی پنجره استفاده کنید. البته باید زاویه‌هاشو پیدا کنید، حتما آموزشاشو توی اینترنت ببینید. یه پیشنهادی که من میخوام بهتون بگم، هر وسیله‌ای که دارید فعلا برای شروع از همون استفاده کنید تا مطمئن شید به اون کار علاقه دارید و کارتون یه کمی رو به پیشرفته. بعد میتونید بودجه واسه بخش‌های مختلف بذارید. آره دیگه، مرحله به مرحله برید بالاتر، تجهیزاتتون رو اضافه کنید. یه قسمت مهم دیگه توی تولید محتوا بعد از کار ضبط تولید محتواست. وقتی شما محتوای ویدیوییتون رو ضبط کردین و حالا لازمه که اون رو ادیت کنید، ما خودمون نرم افزاری که استفاده می‌کنیم رو توی ویدیوی بعدی بهتون معرفی می‌کنیم. حالا واسه اینکه ما رو حمایت کنید، لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره.